با سلام خدمت هموطنان. در رابطه با خرید ملک در ایران یا فروش ملک در ایران دفتر ما انجام میده. حدود 15 سال ما داریم این کار انجام میده. احتیاج که به ایران برین، مثل سابق که به بنگاه ها مراجعه کنین، نمیدونم آدم ببرین ببینید، اصلا اینطوری نیست. شما وقتی آدرس ملک رو به ما بدین، از دوستان ما میرن ملک رو نگاه میکنن، قیمت روزش منطقیش به شما میگن. 1 میلیون ایرانی در آمریکا هست، در دبی، در کشور عربی همه خریدارن و راحت تر میشه بفروشی و قیمت بهتری میشه بفروشی، چون تعداد مشتریا بیشتره. این اون کار قدیمی که میرم ایران ملک میفروشم و اصلا دیگه انجام ندین. این کار رو ما انجام میدیم براتون و از طرف دفتر منافع در واشنگتن با یه وکالت فروش بلاعرض با حق توکیل به غیر میدیم به خریدار و پولم تحویل شما میدیم همزمان و هیچ نگرانی نداره. هموطنان توجه کنن که این فروش ملک یا کارهایی که در ایران مشکل دارین به کسانی بدین که سابقه این کارا داشته باشن. من 27 سال سابقه این کار در آمریکا دارم و احتیاجی هم به این که به کسی اذیت کنیم، احتیاجی که واقعا قانون دور بزنیم یا حق حقوقی از بین ببریم نداریم، چون من تو 70 سال سنم. اینه که بهترین کار اینه که شما ملکتون رو در خارج از کشور به قیمت بهتر و منطقی تر بفروشید. در رابطه با کارهای ایران هم همینطوره. به کسانی مراجعه کنید که سابقه کار دارن. شرکت ما، دفتر حقوقی ما 27 سال در کالیفرنیا داره کار میکنه. هرچی ما باید شدنی بشیم شده، دیگه احتیاجی نداریم که بخوایم واقعا کسی ها ناراحت کنیم، به غیر از که میخوایم به شما عشق بده و میخوایم یه کار مثبتی انجام بده. و یه عزیزانی که دفتر هستن اینجا دارن کار میکنن، زندگیشون اداره بشه. هیچ کار غیر قانونی ما انجام نمیدیم و ملک رو ما میتونیم در اسرع وقت برای شما در ایران بفروشیم، چه زمین چه ملک، هر چیزی. البته ملک در ایران طلاست، جواهره، اصلا ما ملک بی ارزش دیگه در ایران نداریم. فقط بهترین کار، سریعترین کار و قیمت بهتره که ما این کار برای شماها انجام میدیم. عزیزانی که زمیناشون مواد اعلام شده یا در ثبت ستاده اینا دارن معوض میدن، اگرم فکر کنین شما به حق و حقوقتون میرسین، اصلا هم چیزی نیست. من همیشه تو مصاحبه‌ام گفتم اینا مرسدس بنز میگیرن، یه موتورسیکلت تحویل میدن، ولی دارن معوضه رو میدن به قیمت کارشناسی روز. اینم بازم بهتون توصیه میکنم که با کسانی کار انجام بدین که سابقه این کارو دارن و قبلا هم حسابشون رو پس دادن، مشخص است تو محیط ایرانی چی کاره هستن. این توصیه رو من برای کار خودم نمی کنم، ولی کلا میبینم که بعضی عزیزان جاهای مراجعه میکنن که اذیت میشن و بعد به من مراجعه میکنن و من فقط متاسف میشم و بتونم براشون کار انجام بدم. قبل از اینکه به کسی وکالت بده، قبلا باش قرارداد ببندید در آمریکا. اون قرارداد خیلی مثمر ثمره که طبق قرارداد طرف انجام بده. ما 7 روز هفته در خدمت هستیم تو دفتر، چه در سان دیگو چه در اورنج کانتی. عزیزان زنگ بزنن، شاید هر جا هستین سلامت باشین، شاد باشین، پیروز باشین.